رقص گفتار است، گفتاری ورای کلمه. در دستگاه‌های نساجی حرکت‌های مداوم و هماهنگ صدایی تولید می‌کنند که شبیه به یک قطعه موسیقی ریتمیک است. بافندگان نه تنها دستگاه را به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان یک موجود زنده و همراه در کار خود می‌دیدند، چیزی که با آن گفتگو می‌کردند، به نوای آن گوش می‌دادند و با آن هماهنگ می‌شدند. ساز و عروسک، گنجشکک، چغورک، گنجیکک نه تنها نقشی مکانیکی دارد، بلکه گویی بخشی از یک ارکستر زنده است که با هر حرکت نغمه‌ای را می‌نوازد. ساز و عروسک نقشش در تنظیم و هماهنگی وردهاست. ساز نامی است که خود یادآور موسیقی است و گویی تار و پود را با آوای خاموش به هم می‌پیوندد و عروسک همچون پیکره‌ای در رقص بی‌وقفه حرکت می‌کند، سرشار از زندگی، هماهنگ با ضرباهنگی که گویی جسم و روح، خالق و مخلوق، مرئی و نامرئی باز یافته و به هم پیوند می شوند. این نام‌ها تنها اجزای یک دستگاه نیستند، آنها زبان یک هنر کهن‌اند، گویشی که با حرکت، صدا و تکرار گفتاری فراتر از واژه‌ها را شکل می‌دهد. همانطور که رقص در اوج خود از کلام عبور می‌کند و به نوعی ذکر خاموش تبدیل می‌شود، صدای دستگاه‌های نساجی نیز چیزی فراتر از ضربه و حرکت است، نوعی نیایش ریتمیک که در آن دست‌ها و پاهای هنرمند، قطعات دستگاه و صدای منظم ضرباهنگ‌ها جشنی از پیوند میان خالق و مخلوق را رقم می‌زنند. اینجا دیگر تنها پارچه‌ای در حال بافته شدن نیست، بلکه روایتی از هارمونی، تداوم و تقدیس کار و هنر است. جشنی که ریتم آن صداها را با نوای هستی هم‌آوا می‌کند، صدایی که نه تنها یک محصول بلکه یک زیبایی ریتمیک و روحانی را در خود نهفته دارد.